صبح بخیر. ساعت 7:30 من نیم ساعت دیگه کلاسم شروع میشه. هنوز صبحونه نخوردم، حتی حاضرم نشدم. واقعا نمیدونم موقع انتخاب واحد با خودم چه فکری میکنم که ساعت 8 صبح کلاس برمیدارم. امروز از اون روزای سخته چون تا بعد از ظهر کلاس دارم و کلا استادم یه کمی سختگیره، میگه اگه دیر اومدید دیگه کلا نیایید سر کلاس. بریم که خیلی کار دارم، تا بعد از ظهرم کلاس دارم. یه چیزی بگو. بالاخره غذا رسید. چه احساسی داریم؟ یه بسته دارم، گفتم که با هم آنباکسش کنیم. بچه این بسته یه داستانی داره. من از این قفسه ها میخواستم، بعد قیمتش 100,000 تومان بود. دیدم که هزینه ارسال 90 تومنه. گفتم که خب خیلی زیاد میشه هزینه ارسالش، بذار پس یه چند تا چیز دیگه سفارش بدم که حالا اون 90 تومن خیلی به چشم نیاد. بعد یه چند روزی طول کشید تا ببینم چی میخوام سفارش بدم. بعد رفتم که حالا پرداخت کنم و سفارشمو ثبت کنم، دیدم که موجوده این تموم شده. خلاصه که اینو رفتم حضوری گرفتم و خیلی هم قیمتش ارزون‌تر در اومد. 60,000 تومان اینو گرفتم حضوری، ولی خب حالا دیگه اون چیزایی که نیاز داشتم رو گرفتم. و یه چیزی بهتون بگم، من روزایی که بسته دارم واقعا آدم خوشحال‌تریم. ای کاش انقدر پولدار شم که هر روز برای خودم یه چیزی سفارش بدم. بیاید باز کنیم ببینیم که چی توشه. البته من میتونم 2 روز پیش به دستم برسه، ولی خب من خونه نبودم و امروز رفتم حضوری تحویل گرفتم. یه دونه بالم لب سفارش دادم. عکسش خیلی خوشگل تر بود، حالا بدم نیست. ببینید این شکلیه. بوی اون رژ لب قدیمی ها رو میده. ولی خب حرارتیه، یه کمی هم رنگ میده به لب. خوبه، ارزش خرید داره. بچه من به این ماسکا هیچ اعتقادی ندارم. به نظرم هیچ کاری انجام نمیدن. دونه 20 تومن هم هست. ولی خب حالا اینکه یه کاری صرفا برای پوستم انجام داده باشم حس خوبی بهم میده، ولی خب خیلی تاثیر خاصی ازشون ندیدم. یه دونه از این جامدادی‌های رومیزی، از اینا دارم. توش مدادای طراحیمو گذاشتم. اینو گرفتم واسه خودکار و هایلایتر. خودکارا و هایلایترام جوهری شده. فکر کنم که یکی از خودکارام جوهر پس داده. ولش کن، فعلا بذارمشون روی میزم. از خرید امروز و حالا اینو میخوام بزنم به دیوار و یه سری عکس و نوت و اینا بهش بچسبونم. بریم که امروز اینو بزنیم به دیوار اون قسمت. 2 مدل میخ داریم. این خیلی کوچیکه، این خیلی بزرگ. فکر میکنم همینو باید بزنم چون اینا خیلی کوچولو. فکر نمیکنم وزن این قفسه رو بتونه تحمل کنه.
یه چند تا عکس چاپ کردم، تعدادشون بیشتر بود ولی الان اصلا پیداشون نمی‌کنم. هر چقدر می‌گردم فعلا اینا رو میزنم. طراحی جدید رو بهتون نشون بدم. خیلی دوستش دارم. دانشگاه که شروع شده واقعا وقت کم میارم. شنبه و یک شنبه کامل دانشگاه هم چند تا کلاس دارم از صبح و دیگه میام خونه هیچ کاری انجام نمیدم انقدر که خستم. امروز باید بشینم این طراحی رو تموم کنم. البته امروز هم کلاس داشتم ولی خب نرفتم، خیلی مهم نبود. اینو تموم کنم، نتیجه رو بهتون نشون میدم. اینم از طراحی تموم شد. خیلی دوستش دارم. خب جزئیاتش رو ببینید. اینجا سامون داری فیلم میگیری؟ 50 چرم نیابتی گرفتم. نه خودم هم خیلی خجالتیم ولی خب موسیقی اصطلاح خوب گفته بودی. چی داخل اجتماع میتونی عکس بگیری؟ چی نداری؟ نمیدونم یادم نمیاد. سلام، ساعت 11. من چند تا وسیله میخواستم خریدم. اومدیم کافه. ساعت 1:30 من وقت ترمیم ناخن دارم. خیلی گشنمم. امیدوارم که زودتر سفارشمون رو بیارن. اولین بار که میام این کافه، خیلی دنج و آرومه. امیدوارم که کیکی که سفارش دادیم خوشمون باشه. من استوری گذاشتی؟ نه هنوز. ایشون از دوربین فراریه. چیو؟ قشنگ شد. خوب شد؟ آره. ایشون درگیر استوری گرفتنن. بگو سلام کن ازم. سلام. مرسی. خودتو معرفی کن. باکی گرفتم. بلند داری حرف میزنیم. خب کسی فکر نمی‌کنه ما داریم فیلم میگیم. هم فکر می‌کنم ما دوتا داریم با هم حرف میزنیم. سلام. سلام خوبی؟ خیلی فضای دنج و ساکتی داره. خیلی فضای خیلی دنج و آرومی داره اگه ایشون بذاره. ولی نور اینجایی که نشستیم زیاد خوب نیست. خاطر درخت باشه. ای کاش اون سمت میشستیم نورش بهتره. درخت انار داره. یه فضایی هم داره اون سمت، چون آهنگ گذاشته بودن دیگه. من گفتم بیام این سمت که بخوام ویدیو بگیریم. حالا شاید بریم اون سمت. به نظرم اون سمت قشنگ‌تر بود. آره خب. تا 1:30 خیلی وقت موند. من هنوز انتخاب نکردم، حتی میخوام ناخنامو چه مدلی بزنم. واقعا؟ آره. شاید فرنچ بزنم، فرنچ ساده، سفید. اتفاقا دیشب بدون ترشیده بودم ولی چون تو فکر نکنم همچین چیزایی بزنیم بهت نگفتم. یه پلنگی بود خیلی وایب پاییزه میداد. پلنگی مثلا دورش قهوه‌ای. اینم مثلا قهوه‌ای و اینا دوست ندارم. ناخنام افتضاحه. در چنین وضعیتیه. چون مدرسه میرم. ناخناتو نشون بده. بچه مدرسه ایمون بعد ناخناشو کوتاه کنه. نه اوکی. چه سامان داری اینا رو بزنی؟ نمیدونم. بستگی داره. دوست داری بذارم اینا رو؟ من مشکل ندارم واقعا. خداحافظی کن.